رو حس میکنند. لیکن من یک چیز رو از معاون اولی وزیر مالیه پرسیدنی هستم که دویمو برق تاجیک رو در واسطه اخباری عموما در تمام اون معلومات هایی که ما داریم در چارچوبه خیلی هم بد بودن حالت مالیوی این شرکت متهم میکنن و منیجمنت این شرکت رو بسیار زیر تنقید میگیرن و در این شرطنامه ها دویمو اکثریت وقت برق تاجیک نیز آمده است و سهم اون با این سازشنامه ها هست. در این سازشنامه ها شما همین تحلیل میکنید اذیت مالیوی همین برق تاجیک برای برداشتن این گونه یک تاثیر و فشار رو در آینده تماما مفلس شدن رو درست یا دارید یا ندارید این گونه تحلیل ها رو. عموما برق تاجیکی که قرضدار است و دویمو زیر تنقید واسطه اخباری است و نیروگاه‌های سنگ‌توده یک همون میدونیم دویمو تنقید میکنند برق تاجیک رو که قرضش رو نمیدید. انا در همین احوال ما با سازشنامه میبندیم و برق تاجیک رو همچون سهم گذار در اینجا می نویسیم. آیا اگر اما شما میگویید که توانایی همین چیز رو دارد یا ندارد؟ البته عموما اگر که این خیلی باشد ما روی راست برق تاجیک رو با نزدیکی همین اگون مفلس شوی آورده نمیرسونیم خودمون. سلامت باشید. تشکیلات اساسی این صحوی است. خب مرحمت جمهوری گمش. پیش از همه میناداری خود رو با محترم وکیل اظهار می نمایم. هنگامی برآمدم منم نیز حس کردم که محترم شریف هم نیز بسیار مثل ما همچون شهروند جمهوری تاجیکستان نگرانی از آن میکنند که تا کدام درجه افضلیت های سیاست جمهوری تاجیکستان برای تامین امنیت انرژتیکی تامین کرده می شود. من فکر میکنم که سوال بسیار سوالی جالب دقت است، سوالی روز است. در حقیقت اگر ما امروز گوییم که امکانیت مالیوی برق تاجیک امروز استوار است، این در حقیقت نادرست است. من تصدیق میکنم که در حقیقت شرایط مالیوی برق تاجیک امروز دشوار است، برای هر یک آدم معین است و پرابلمی که امروز برق تاجیک با آن دچار شده است این نه تنها از منیجمنت وابستگی دارد بلکه پرابلم های انسانالی، زیرساختاری و عموما زنجیری اداره و زنجیری عموما تامین و فعالیت کارخانه را در مجموع از نگاه دیگر تشکیلاتی که از آن وابسته است نیز دیدن ممکن است. نسبت لایحه مذکور اگر شما میفهمم که گوش کردید که قرضی که ما جلب کرده ایستادیم قرض امتیازناک است، الیمنت گرانتی اون با 35% برابر است، یعنی که از هر یک دلاری که ما امروز جلب میکنیم با واسطه تشکیلات بانک اسلامی رشد 35 سنت اون در مهلت برگردانی قرض از طرف خودی قرض دهنده محدود می شود، یعنی که با منفعت جمهوری تاجیکستان می شود. وقتی که برق تاجیک همچون شرکت سهامی خودنگی به حساب می رود و امکانیت قرض امتیازناک جلب کردن را ندارد و حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت مالیه مساعدت می نماید که برق تاجیک از حسابی که وضعیت مالیوی اون بسیار دشوار است جلب قرض تجارتی رو نکرده بلکه با واسطه جلب قرض امتیازناک پرابلم داخلی خود رو حل نماید. زیرسگاه روشن چی معنا دارد برای اهالی ترسنزاده و شهر نو؟ شما میدونید که زیرستانسیه 500 کیلوولت هست و زیرستانسیه 500 کیلوولت برای اهالی بررسی کردن نمیشد و برای تامین نویای گرد و اطراف توبه جمهوری و دیگر کارخانه‌های صنعتی روانه کرده میشد. زیرسگاه روشن اگر در سال 963 ساخته شدگی باشد از حسابی که برق تاجیک اکسپلواتاسیون در سطح ضروری را تامین کردن نتونست امروز لازم است که ما باید رو سرمایه‌گذاری نماییم. جهت وضعیت مالیوی برق تاجیک کنسپسیای نو شما میدونید علاقه دستگیری شده است و تشکیلات بین المللی بانک جهانی، بانک اروپایی رشد که من در ساعت 11 گفته شنید میگذرونم شرط‌های زیادی هست که نسبت به بهتر نمودن وضع مالیوی برق تاجیک روانه کرده می شود. در آن اصلاحات کارپوراتیزاسیا مکانیزم اداره کنی و با
اعتدال آوردن وضع برق توجیک نیز بررسی کرده می شود. چیزی که شما میدونید اگر قرار حکومت می شود از 1 ایول 15% حق قوای سودای برق بلند می شود و این هم نیز برای بهتر نمودن وضع مالیوی برق توجیک مساعدت می نماید. دوره امتیازناکی 7 سال است. در 7 سال ما نیت داریم که برق توجیک اون وضعیتی که امروز دارد از اون وضعیت میبراید و اصلاحات اینستانلی رو ما برده و کوشش میکنیم که این ساختار رو ما همچون ساختاری همچون اعتمادناک در جمهوری تامین نماییم.